سلام رفقا، به ویدیو ما خوش اومدید. من امیر هستم. امروز اومدم یه ویدیو جدید از اطلاعات درستی در مورد گان لجند و متیک هایی که کالاف میخواد رایگان بده. دوستان کلا 3 تا گان میخواد رایگان بده که 2 تاشون لجندن و یه دونشون AK117 متیک است که الان دارید تصویرش رو میبینید. خب کلا خیلی جالب درستش کردن. اولین بار در تاریخ کالاف که یک گان متیک رایگان میدن به بازیکنان، البته در نسخه گلوبال ها، چون مثلا نسخه چینی، الان نسخه چینی کریک 6 متیک رایگان شده براشون دیگه. مثلا چند تا گان هم براشون رایگان شده که الان من اسمشون رو نمیدونم. خب دوستان اینو بهتون بگم که در سیزن 1 این ایونت، آقا به صورت ایونت، اینو بهتون بگم اول، این مثلا گانا رو بخواید دریافت کنید باید ایونته. مثلا آقا ایونت هفتگی و روزانه داره که ما با انجام دادن مأموریت ها در مپ های مختلف میتونیم این گانا رو دریافت کنیم که اسم گانا اینه. اولیش AK117 متیکه که من گفتم بهتون. خب گان لجند اول گانیه که اسمش CR54 و لجند بعدی یه نایفه. خب که الان دارید مشاهده میکنه، شوکر برقی فکر کنم که من تو ویدیو قبلی هم براتون گفتم که قراره تو سیزن 11 بیادش که بنابر دلایلی سیزن 1 قراره بیادش. خب دوستان قرار این گان لجندا و این AK117 متیک همزمان در نسخه کالاف مثل نسخه چینی، نسخه گلوبال و نسخه گارنا همزمان میخواد منتشر بشه که اگه اخبار جدیدی به دستم اومد براتون میذارم. و دوستان اینو بهتون بگم که این گان متیک و گان لجندا قراره که برای همه بیادش. اینو بهتون بگم که برای همه است، برای مثلا فرد خاصی نیست که مثلا بگید مثل اون 5 تا گان لجند هست که کیارم لجند توش بود و اینا، با لایو کالاف رو نگاه میکردید تا مثلا قرعه کشی کنن بین 100 نفر به این گانا رو بدن. خب اینطوری نیست، این گانا به همه تعلق میگیره. خب دوستان اگه اطلاعاتی در مورد ایونت و اینا اومد بیرون، یا مثلا سیزن 1 ایونت اومد، من ترجمه ایونت ها رو براتون میذارم که خودتون بدونید که دارید چطور باید ایونت رو تکمیل کنید و خودم براتون یه ویدیو میگیرم تکمیل میکنم که خودتون ببینید. خب حالا هر اخباری اومد دستم براتون میذارم و این ویدیو رو هم کوتاه گرفتم که زیاد وقتتون گرفته نشد برای این ویدیو، چون خودم داره میبینم بعضی ویدیو میذارن مثلا تایمش 18 دقیقه است یا اصلا تایمش 20 دقیقه است. من توضیحات تکمیلی رو دادم. مرسی که تا اینجا تماشا کردید. دم تک تکتون گرم. اگه این ویدیو مفید بود این ویدیو رو لایک کنید، یه دونه کامنت هم برامون بذارید که انرژیمون بره بالا و اگه شد این چنل ما رو هم ساب کنید که 500 تایی برسیم. دم تک تکتون گرم. عشقای منید. خدا نگهدار.